سال 1404 برای من سال بود پر از تغییر، پر از چالش، پر از درس هایی که هیچ کتاب یا صنف درسی نمیتونست برام یاد بده. بزرگترین درس زندگیم در این سالی بود که شجاعت واقعی یعنی مواجهه با ترس ها حتی وقت هیچ تضمین برای موفقیت وجود نداره. سال گذشته با موقعیت هایی روبرو شدم که مجبور شدم از منطقه امن خودم بیرون بیایم. میدانستم شکست ممکن هست، اما فهمیدم که نترسیدن از شکست آغازی است برای رشد و تجربه‌ای که زندگی را معنا میبخشه. متوجه شدم که هیچ چیز به اندازه مسئولیت پذیری و پذیرش نتیجه کارهای خود ما را قوی نمیسازد. وقتی تصمیماتم را با آگاهی و صداقت میگیرم، حتی اگر نتیجه دلخواهم هم نباشه، تجربه کسب میکنم که هیچ موفقیت بدون او ممکن نیست. درس دیگه‌ای بود که زندگی کوتاه‌تر از آن است که منتظر شرایط ایدئال باشیم. فرصت‌ها گاه فقط یک بار پیش می‌آید. پس یاد گرفتم دست به اقدام بزنم، با ریسک‌های حساب شده به خودم ایمان داشته باشم، حتی وقتی که دیگران مرا باور نداره. در نهایت بزرگترین حقیقت سال برام روشن شد. موفقیت واقعی فقط در هدف‌ها و دستاوردها خلاصه نمیشه، بلکه در مسیر و رشد شخصی ما هست. هر روزی که از ترس‌هایم عبور کردم و انتخاب‌های جسورانه داشتم، قدم به سمت بهترین نسخه خودم برداشتم. پس اگر بخوایم یک پیام از سال 1404 برای همه داشته باشیم، این است که شجاع باش، مسئولیت بپذیر و همیشه به رشد خودت ایمان داشته باش. ترس‌های تو معلم‌های بزرگ زندگی تو هستن. حال شما در کامنت ها برای من بنویسین که از سال 1404 چی یاد گرفتین و 1404 برای شما چگونه بود.